Все равно у каждого периода жизни есть свои приоритеты, есть свои привязанности. Davası şu adamı orzun ve karangi ile yapılmışım. سال 1364 تاجیکستان در یک وضعیت نهایت ناگوار دچار شده بود. همین قشم میگم. بعد استقلالت گوشه یا جدا بیستی شکست سرم در این دوره یاردم هم نمیکنه کو. با مادرمون یک جایه در کلخوز با کشتکاری پخته چی داشتیم؟ شغل داشتیم. گفتای گل داشتیم، مول داشتیم، می زندگی اگراد میکردیم. تماما فکر نمیکردیم که از همدیگر جدا میشیم و سالیانی دراز همدیگر رو نمیبینم و بعضیمون یک عمری از همدیگر جدا شدیم. در باره میتینگ میروند در اونجا کلوش ارزان میشود، نان ارزان میشود، پنسیتون زیاد میشود. همین خیلی سخنها میگفتن و همین مردم رو به همون جا دعوت و تکلیف میکردن. میشنویدیم اگه ها در رادیو میشنویدیم، مقصد میگفتن همین خیلی ما کردار نبودیم. همین موز شوم جنگ شد، زن و زنک شد، همین خیلی خستیم، ماشین برتوای داشتیم، همون دست سوار شدیم، برفتیم قمسنگین 4 ماه ایستادیم تا گفتای سال نو همون جا کردیم که اونجا هم آرامی شد. اونجا 4 ینور گذشتیم، 3-4 روز در همون لای او ایستادیم، او چر قطعی میگذشتیم ماشینا را و کیمه قطعی میگذشتیم. 4 ینور ای دریا اوست شیدم، در ماشین سوار شدیم، بعد یک داد زدم که اکه بیوطن شدم. بیوطن. بعد یک افغان و یک اپلسینم داد، مادر گفت ایره بخور. من گفتم زهره بخورم که من بیوطن شدم. کی گفت نه وطن ما وطن شمای. من گفتم نه، خاک وطن هر کس بخچه زیب داره. خش رو میافتیم، رزق خدا میتیم، میخوردیم، فقط گریه قطعی همین میگریستیم که کی وطن میریم. بعد از فراری شدن اپم که با اهل بیتش با همه فرزندانش با شوهرش یک جای رفته بودن، مادرم به نهایت بسیار گریه میکرد. هر روز که ما خاک وطن رو گوش میکردیم در رادیو که چی میگویند، کی صلح میشد، کی آنها بر میگردند، مادرم فقط بر من میگفت نمیخیزی اپت فیراد کنی. گفتم مایلش. یک روز به خود قرار دادم که رفتم من هم در خانه رادیو اپای خود رو به وطن دعوت میکنم. این تا رادیو در پیشم گوش کردم که یکی گفت که گوش دهید به صدای دلی مغفرت. یا داد زدم، 7 بلاک آدم در بالام اومدن که دپتد میگفتن من اوجا که هیچ کو کرد. خشم رفت، افتادم، هیچی را ندونستم. بعد ساعت 1 بار برنامه تکرار میشد، بعد صدای دلی مغفرت گوش کردیم. وقتی میگه که بس از زهر جدایی ها چشیدن، بس از بار غریبی ها کشیدن، به یادت آروی مادرت را تبسم کردن، 3 خواهرت را به دنیا داشتگی دولت دادر به خانت آمدن های دخترت را. یک تا دختر ما توی که بودم، دیگه یاش نو توی که بودن. همیو را که گفت دیگه نمیدونم هیچی. من همین 16 روز به یاد ایستادم، نه شیاریم نه دیونگی معلم نبود. علاقه قسمان 94 سال بود، قسمان مردم آمده بود، ولی تعداد زیادی مردم حالا هم در اونجا غریب و سرگم و رهگم بود. وقتی که گریزده های افغان می اومدن، بعد اونجا یک کاغذه گرفتم، گفتم یگان روچکه داره؟ گفتن نه. بعد یک قلم خوشکشه که همو را گرفتم، یک کاغذ وفلی که ننویستم که از میدان برآمدم بندر میرم، من یسیر سربسته کدام در میرم. بعد ادرس ای را دادم که
لیلی 31 خونه 17 همین بر در کندر بدوز در همونجا روی که خرساندونا که همون را زنک رستون ای در رادیو گفت که ما شما را در سوخوز نوروز انتظاریم شید گفتم بخیزه میریم خستیم اومدیم لای بندر اومدیم کدامش در نصیبش بود مردن غریبی در همونجا غریب دور شدن ولی زنده ها پس گشتن و دیدار هم دیگر دیدن هیچ ما نمیدونستیم نه ای خرسندی را کو هیچی نمیدونستیم نه خودان ما میدونستیم نه همین حرکت میکردیم که تیزتر ای لوی بندر ما را زد برن که ما یک گوشه قشلاق ما بینیم 5 روز مونده در اوجا 5 روز مونده وقتی که ما را در چی سوار کن شام بود ما نمیدونیم ای خرسندی را که چکار کنیم که ما وطن میریم خونه ما میبینیم دستاکنی پر داریم نوش نعمت داریم آسونا میگیم همین روزای سخته آسونا وره در کلنا نقل مینیم نه تشید گفته نقل مینیم شگرانه مینیم که به خونه در اومدیم با گو و مول زدیم خاک برادر ما ایدست دادیم برادر ما یک عزیزی دل ما ایدست دادیم به حال طفلکان بی پدر مانده به حال مادران بی پسر مانده به یاد نوجوانان جوان مرگم دلم آهسته و محزون میگیرد دلم آهسته میگیرد